والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، اما بعد. قبل از هر سخنی الله سبحانه و تعالی را ستایش می‌کنیم و سپاس می‌گوییم به خاطر همه نعمت‌ها و تمام توفیقاتش. نعمت‌های الله سبحانه و تعالی بر ما بیشمار هست و توفیقات او هم که شبانه روزی و همیشگی است. میماند بهره‌وری از نعمت‌ها و توفیقات او که این به تلاش ما و به اقبال ما و استقبال ما برمیگردد. تابش خورشید هر روز اتفاق میفته. حالا اینکه چه کسی از این تابش و از این نور و روشنایی بهره ببرد، این برمیگرده به اون شخص. اون شخص من و شما هستیم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو که یک آینه تمام نمای رحمت الهی است، به خودم و به همه شما بزرگواران حاضر در مجلس و به همه کسانی که از طرق دنیای مجازی ما رو دنبال میکنن تبریک میگم. امیدوارم که معنای واقعی تبریک در رفتارهای ما پیدا بشه. تبریک از ریشه برکت است و برکت حتی در زبان محلی هم ما به جایی که بعد از بارش باران آب جمع میشه که منبع خیر هست، ما بهش میگیم برکه. برکه همان است، یعنی محل جمع شدن برکات و منبع بهره‌وری. وقتی ما یه چیزی رو به کسی تبریک میگیم یا میگیم که مبارک است، به نسبت اون شخص باید یه چنین حالی داشته باشه، از آن بهره مند شود، منبع خیر، منبع برکت برای او بشه. اگر غیر از این باشه، این یک کلمه است، یک حرفی هست. اونطور که در تعارفات بی حد و حصر ما ملت این چیزها زیاد هست، خاصیتی هم نداره، فایده هم نداره. ماه مبارک رمضان اوصاف ارزشمند و ارجمند فراوانی دارد که در این هفته‌ای که گذشت و این جمعه‌ای که گذشت، رسالت غالب منابر این بوده که اینها رو بازگو کنن و کردن هم. و علاوه بر این، یک انسان مؤمن بالبداهه در ذهن خودش هم دارد ماه مبارک رمضان همین نشست امروز من و شما خودش یکی از برکاتش هست. خب نماز عصر که همیشه بوده، امروز از برکت ماه مبارک رمضان اینجا من و شما دور هم دیگر نشستیم و جمع شدیم. یه چیز متفاوت. حالا جلسه اول است و انشاءالله شاهد بهتر شدن و پر رونق‌تر شدن مجلس هم خواهیم بود. این یکیش هست. به محض شروع ماه مبارک رمضان، غروب آفتاب دیشب، هر انسان مؤمنی تحول رو در خودش حس کرده. همه چی رنگ و بوی دیگه گرفته. ماه رحمت الهی، سراسر رحمت است. درهای جهنم بسته شده، درهای جنت باز شده. شیاطین سرکش به بند کشیده شدند. هر شب رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرماید از شب‌های ماه مبارک رمضان الله سبحانه و تعالی آزاد شده هایی رو از آتش جهنم دارد
یعنی کسانی که در اثر رفتارهای نابایستشون در لیست سیاه قرار گرفتن، اونها جزء، یعنی تا اون لحظه، تا اون حال و تا اون وضعیت اینها حالشون خوب نیست. هر شب کسانی در اثر توبه کردن، در اثر اقبال به الله، در اثر تحولاتی که در درونشون اتفاق میفته، لیاقت این رو پیدا میکنن که از این لیست خارج بشن. یعنی اینم باز برمیگرده به رفتار من و شما. دیشب رمضان شروع شده تا الان امروز یه روز دیگه داره میگذره دیگه، روز اول داره تمام میشه. انتظار نباید کشید، خیلی زیاد نیست، 29 روز تا 30 روز، حد آخرش 30 روز هست. امروز یه روزه. امشب قرار یه کسایی از لیست بد به لیست خوب برن. هر روز این تکرار میشه، هر شب این تکرار میشه و این برمیگرده به رفتار ما، برمیگرده به اعمال ما. پارتی نیست، سفارش نیست. هر کدام از ما که زودتر توبه درستی بکنیم، زودتر اعمالمون رو اصلاح کنیم، زودتر خودمون رو جمع کنیم، زودتر نفس خودمون رو مهار کنیم، این اتفاق بزرگ برای او زودتر رخ میده. امیدواریم که تمام این جمع، همه مؤمنین و مؤمنات در این ماه مبارک رمضان مورد عنایت و رحمت و مغفرت رب العالمین قرار بگیرن و دیگه میماند نگه کردن این پاکی، حفاظت از این پاکی در ادامه راه، در ادامه مسیر. به این بحث خیلی ورود نکنیم که زیاد گفته شده. مطلب بعدی بیان جایگاه نشست ایمانی و جلسات ایمانی است. این شبیه این نشست. گرد هماهی های خیلی بزرگی در دنیا همیشه وجود داره، به دلایل مختلف، به علتهای مختلف، به عوامل مختلف آدم ها دور هم دیگه جمع میشن، یه چیزای آدم ها رو دور هم جمع میکنه، ولی همه اونها مبارک نیست، همه اونها خوب نیست. من چه جوانانی که ملاقات نکردم بعد از شرکت در بسیاری از مجالس، در بودن بعضی از محافل، بعد از تمام شدن این چیزهایی که بوده اونجا، وقتی برگشتن چیزی جز پشیمانی و گریه و غم و اندوه، بار سنگین، دنبال این میگشتن که تازه این باری که به سبب شرکت در این نشستها بر دوششون تحمیل شده کجا بذارن زمین، چه کار بکنن که سبک بشن. له له میزدن برای اینکه یه در، یه پنجره، یه راه نجات پیدا بکنن، ولی این نشست اینطوری نیست. حال ما لحظه خروج بهتر از لحظه ورود خواهد بود و این به دلیل این است که این جلسه یک جلسه مبارک است. به تعداد این مجلس و بیشتر از این تعداد بیشک ملائکه در این مجلس حضور دارند، به گواهی رسول صلی الله علیه و سلم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، هیچ ملت و مردمی در خانه از خانه های الله جمع نمیشن، یتلون کتاب الله، که کتاب الله را بخوانند، و یتدارسونه بینهم، و اون رو بین خودشون به درس بگذارند، مدارسه کنن، بحث کنن، مذاکره کلام الهی بین خودشون داشته باشن. الا نزلت علیهم السکینه، الا که آرامش بر اونها نازل میشه. این اولین خاصیتش هست. 7-8 میلیارد انسان روی این زمین شب و روز در حال تکاپو و تلاشن برای اینکه آرام بشن. به چه چیزهایی که رو نمیارن، تصور میکنن اون چیز اونها رو آرام میکنه. لحظاتی ممکنه گول بزنه، به خوردنها، به نوشیدنها، به کارهایی، به رفتارهایی رو می آورن، لکن بعد از تمام شدن میبینن که حالشون بدتر شد.
یکی از چیزهایی که سکینه و آرامش را جلب می کند برای انسان شرکت در مجالس ایمانی است، اونجایی که یاد الله میشه. چرا که ما از اللهیم و به سوی الله برمیگردیم و جای دیگه محل آرامش نیست. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. هیچ پناهگاهی، هیچ راه فراری، هیچ جایی برای آرام گرفتن از الله نیست مگر به سوی خود الله. هیچ راهی دیگری نیست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که با یاد الله دلها آرام میگیرد، نه با هیچ چیز دیگر. این یک واقعیت است. آنهایی که در این گونه مجالس شرکت میکنن این رو نیاز به توضیح ندارن، اونها حس میکنن این رو، این آرامش رو حس میکنن. اینجا نه معامله هست، نه طمعی هست، نه ترسی هست، هیچ مقصدی از اون مقاصدی که ممکنه علتها و عللهای شک برانگیز در آن وجود داشته باشه اینجا مورد هدف گذاری قرار نگرفته. اینجا فقط و فقط قرار است که از کلام الله سخن گفته بشه. الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه، و رحمت آنها را در بر میگیرد. و حفتهم الملائکه، و ملائکه آنها را احاطه میکنند. ما نمیدونیم که چه تعداد ملائک در این مجلس کوچک حضور دارند. ما در جریان وضعیت آنها نیستیم. یه سری اطلاعات مختصر از زبان قرآن و سنت در رابطه با ملائکه به ما داده شده. یکی از کارهایی که ملائکه انجام میدن استغفار برای مؤمنین هست. الله سبحانه و تعالی تعدادی از ملائکه را تکلیف کرده که مرتب برای مؤمنین استغفار بکنن. مؤمنین گناه میکنن، ملائکه موظفن از جانب همان ذاتی که ما نافرمانی او را میکنیم برای ما استغفار بکنن. ذات رحمان و ذات رحیم یعنی اینطوری. حفتهم الملائکه الا نزلت عليهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده. و الله در نزد ملائکه مقرب خودش اسم اونها رو میاره، ذکر اونها رو میکنه. روزی که او اراده خلقت فرمود و در جریان گذاشت ملائک را که و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. آنها این بعد و این توانمندی این موجود را نمیدیدن. آن روز الله سبحانه و تعالی وقتی که این بخش را انسانها عملی میکنن نزد همان ملائکه مقرب که مورد رایزنی و در جریان این کار قرار گرفتن آن روز، این یادآوری می شود به آنها که اینها همانند. و ذکرهم الله فی من عنده. اینا همش امتیازاتی است که در این مجلس وجود داره، مجلس ایمان. بعضی از صحابه گاهی همدیگر را که ملاقات می‌کردند احساس فقر می‌کردند از نظر تربیتی و از نظر ایمانی و احساس می‌کردند که باید شارژ بشن. به همدیگه میگفتن برادر اجلس بنا نؤمن ساعتا، بیا با هم ساعتی رو ایمانداری کنیم، با هم بشینیم مذاکره ایمان داشته باشیم. که انسان موجودی است که در معرض شرایط، اتفاقات و عوارض تحت تأثیر اینها ضعف و قوت پیدا میکنه. منی که اینجا نشستم تا شمایی که در این مجلس حاضر هستید مفهوم این جمله را با عمق جانمان درک میکنیم. تحولات و تطورات، ضعف و سستی، قوت و باید و نباید و همه اینها ما در معرضش هستیم. 1 سال از رمضان گذشته تا الان گذشته، چقدر بر سر ما فراز و نشیب گذشته، چه حالات مختلفی ما پیدا کردیم. گاهی در اوج بودیم، گاهی در کف، گاهی حالمون خیلی خوب بود از نظر معنوی، گاهی اصلا حالمون خوب نبود. این قدرت و ضعف، این قوت و ضعف،
این سستی و کسالت و در مقابلش باز اوج گرفتن، اینها حاصل شرایط است. ما مرتب درگیر یک نبرد نفسگیر با ابلیس و کل ارتشش از انس و جن. انسانها اثر خودشون رو میگذارن، جنیانی که ما اونها رو نمیبینیم اونها باز کارهای خودشون رو میکنن. نماینده گوش به فرمان اونها هم که با ما همراه هست، ان الشیطان لیجری فی الانسان مجرى الدم او کما قال صلی الله علیه و سلم. شیطان در درون انسان به مانند خون جریان دارد. نیاز به مراقبت است، نیاز به نشست ایمانی است، نیاز به دور هم بودن است، نیاز به نماز جماعت است، نیاز به تذکر و مذاکره هست. اینا همه اتفاقهای خوب است که کمک میکند ما را که رو فرم باشیم. خیلی ها علاقمندن به این که حالشون خیلی بهتر از این باشه، ولی دنبال فاکتور لازم نمیگردن. این نشده. خیلی ها میگن آقا من خیلی علاقمندم که بلند شم سر وقت، مثلا فرض بکنید نماز شب بخوانم، ولی نمیشه. خب علتهایی داره که نمیشه. اون علتها را باید شناخت، بعضی هاش رو باید ایجاد کرد، بعضی هاش رو باید رفع کرد تا اینکه این اتفاق بزرگ رخ بده. آن که رسول الله بوده، پدر و مادر منفدای او تحت تاثیر شرایط قرار می گرفته. یه وقتی به مردم گفت و فرمود که خبر اصحاب مرا برای من نیاورید که من صبحگاهان میخوام سلیم و صدر از خانه خارج بشم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خبر بیارید که بله فلانجا فلانی اینطوری گفت، فلانی اینطوری کرد، بهمانی اینجوری بود، ذهن من مشوش میشه، منم انسانم، نکنید این کارها رو. حالا ما میخواهیم که از نمامی و از غیبت و از همه اینها استقبال کنیم، بعد دلمون هم صاف باشه. مثل اینه که یه کسی یه ظرفی داشته باشه، یه حوضی، یه دریاچه‌ای، یه برکه‌ای، یه چیزی باشه، مرتب آت و اشغال بریزه توش یا اجازه بده که بریزن توش، بعدم بگه آقا من نمیدونم چرا این کثیف شده. خب علتش خیلی مشخصه، تو چرا نمیفهمی؟ روزی از روزها کسی از همسران رسول صلی الله علیه و سلم بستر ایشان را که دولا بود 4 لا کرد. ایشان روی بسترشون خوابیدن، بعد که بلند شدن فرمودن بستر قبلی مرا بیارید. گفتن بستر خودتان هست یا رسول الله؟ فرمود نه. گفتن بله همان است، منتها دولا بوده ما 4 لا کردیم. فرمود همون بر بگردانید به حال قبلش که من امشب سخت تر بلند شدم برای قیام اللیل. اینا مثال هست برای اینکه بندگان الله اگر ما میخواهیم حالمون خوب باشه باید شرایطش رو ایجاد کنیم. نمیشه که ما هیچ کاری نکنیم بعد انتظار داشته باشیم اتفاقات خوب رخ بده. ارتباط بین ماه مبارک رمضان و قرآن بندگان الله بسیار تنگاتنگ هست و این بحث هم مفصل شده، ما به اون ورود نمی کنیم. نقش قرآن تا در این عالم نشست نقش های پاپ و کاهن را شکست، نه چیز دیگه. هر چیزی را ما سعی کنیم جایگزین قرآن بکنیم نمیشه. در کنار قرآن استفاده از حدیث، استفاده از قصه ها، استفاده از سیرت، استفاده از چیزهای دیگه مطلوب است، ولی هیچ چیزی جایگزین قرآن نمیشه. شما میدانید که اصحاب رسول الله در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور به نوشتن قرآن بودند ولی از نوشتن حدیث منع می شدند. در دوران شیخین هم همینطور بوده، در دوران سیدنا ابوبکر و در دوران سیدنا عمر، برای اینکه هیچ چیزی با قرآن نباید برابری بکنه. نقش قرآن تا در این عالم نشست نقش های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است
این کتابی نیست، چیزی دیگر است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم لو انزلنا هذا القرآن، نه قرآن دیگه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. همین قرآن کار خودش رو میکنه. این همان قرآنی است که بر رسول الله نازل شده، این همان قرآنی است که نقش پاپ و کاهن رو شکسته، این همان قرآنی است که تمدن بی بدیل نبوی را آفریده و امروز در اختیار ماست. ما هم همان آدمیم، ما هم همان انسانیم، با همان شرایط، با همان فاکتور. پس همان تأثیر هم میتوانیم از قرآن داشته باشیم. ولی درد این است که ما خود را در معرض تربیت قرآن قرار نمیدیم و چقدر مسلمان ها از قرآن اندک میدانند. مدت ها درگیر این بودن که اصلا قرآن رو نمیشه فهمید. تبلیغات میشد آقا قرآن مگه مسخره است، قرآن مگه شوخیه، قرآن مگه همه میتونن بفهمن. الله میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن را برای فهمیدن آسان قرار دادیم، کسی هست که پند بگیره؟ حضرت آیت الله و حضرت ملا و حضرت شیخ میگن که نمیشه فهمید. الله میگه آسانه، این حضرات میگن نمیشه. خب برای اینکه خودشون هم تحت تاثیر قرآن نیستن، برای اینکه خودشون هم درس از قرآن نمیگیرن، درس از یه حضرت دیگه میگیرن. اون هم همینطور بهشون گفته، اون یکی هم از قبلی شنیده همونطور بهش گفته بوده. بعد اگر آیه از قرآن براش بخوانند میگه نمیدونم، حالا اینم خب ظاهرا خیلی خوبه ولی نمیدونم، شاید یه چیزی دیگه داره میگه. یعنی اینقدر آدم دچار بدبینشی بشود که یه چیز خیلی روشن قرآن برای بشریت نازل شده، از شتربان گرفته تا پروفسور همه باید بتونن بفهمن. خطاب الله رو کسی میخواد بفهمه درسته از یک معلم کمک میگیره، ولی نباید نشد باشه که. ما معتقدیم که علت ایجاد سستی، کسالت، افراط، تفریط، انحراف، ایجاد رفتارهای رادیکال، ایجاد تشکلهای متطرف و غیر عادی، اینا همش به دلیل این هست که ما خودمون رو در معرض تربیت قرآن قرار ندادیم. یک روایت رو یک آدم میگیره، بعد به استناد این روایت میره قتل عام میکنه، نگاه نمیکنه که تربیت قرآن چی بوده. برعکسش میاد سعی میکنه که مجوز بعضی کارها را از یک ملا بگیره، از یک آخوند بگیره، از یک شیخ بگیره. اونا مجوز میدن. الله رسول، حالا میخواییم سوره رو شروع بکنیم جلسات بعد، بحث جالبی توش هست. سوره مبارکه تحریم. الله به رسولش اجازه نمیده که از جانب خودش چیزی رو تحریم کنه. بندگان الله، بیش از این باید قرآن بخوانیم، بیش از این باید به قرآن عنایت کنیم. تقاضا از شما در این جلسه مقدماتی که امروز مقدمه هست، ورود به اصل مطلب نمی کنیم. باز در رابطه با قرآن من حیفم آمد که این آیه زیبا رو که یادداشت کردم نخوانم. الله می فرماید ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، اگر قرآنی باشد که به وسیله آن کوه را بشود راه برد، او قطعت به الارض، یا زمین را به وسیله آن تکه کرد،
او کلم به الموتی، یا به وسیله آن با مردگان سخن گفت، اگر باشد همین قرآن است. یعنی دنبال یه چیز دیگه نگرد. این شأن نزولش اینه که کسانی مثل ابو جهل و امیة ابن خلف یا چند تای دیگه از این گردن کلفت های مشرکین آمدن رسول الله رو طلبیدن و گفتن که تو اگر که با الله در ارتباط هستی، بیا و این کوههای اطراف مکه را که زمین تنگ کرده ما جا نداریم، اینا رو حرکت بده تا جا به جا بشن، جا وسیع بشه، یا زمین را منفجر بکن و از دل آن نهر جاری بکن، ما گرفتار کم آبی هستیم. یا قصی ابن کلاب را که جد اعلای ما هست زنده بکن تا از او بپرسیم که جریان چیه. اون خیلی آدم حسابی بود. الله سبحانه و تعالی نازل فرمود که اگر چیزی باشد که به وسیله آن بشود این کارها را انجام داد، همین قرآن است. لکن مأموریت این قرآن این چیزها نیست. یعنی این قرآن این چیزها رو هم اگر بشکافد و تغییر بده، دل شما به دلتون توجه کنید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن به جایی که بر دل انسان ها نازل بشه بر کوه نازل میشد، این کوه شکافته میشد، ولی چرا دل اثر نمیگیره؟ این باید هر کسی به خودش برگرده. تقاضا از شما بزرگواران در رابطه با این نشست مبارک هر روز به جز جمعه ها این هست که اولا امروز با هم پیمان بشیم که انشاءالله به حول الله و قوته تا آخر ماه مبارک رمضان با هم باشیم، در این مجلس کنار هم دیگه باشیم، همتون حضور داشته باشید و اولویتتون این مجلس باشه. باقی کارها راستوریس بکنید که مزاحم این مجلس نشه. این اول تقاضا هست. و دوم این که هر کدومتون دست یه نفر رو بگیرید با خودتون بیارید، توسعه بدید این سفره را، که این جزء اوصاف مؤمنین هست که اون چه برای خود دوست دارن برای دیگران هم میخوان. راه های اطلاع رسانی زیاد هست، سعی کنید انشاءالله استفاده کنید. و قوی ترین راهش اینه که ملاقات خصوصی آدم داشته باشه، با یه نفر خاص صحبت کنه که ما در یک مسیر پربرکتی قرار داریم و یه جای خیلی خوبی سراغ داریم میریم، تو هم بیا تا با هم بریم. لازمه وسیله تهیه کنید، لازمه جمعاً با هم هماهنگ کنید، یادآوری کنید به هم دیگه که انشاءالله این مجلس ما پر رونق‌تر و تعداد حاضرین در مجلس، گرچه محل ما تنگ هست، یعنی من اینم میترسم که اگه هر کدومتون یه نفر بیارید جا نشه، ولی خب فشرده تر میشینیم. انشاءالله که این کار رو هم انجام بدید. سال گذشته به حول الله و قوت